عرضم به خدمتتون که امروز اومدم بیرون، یک پارتی رو اینجا کار کردم بیرون، دیدید دیگه صحنه اونجا رو. و عرضم به خدمتتون الان اومدم سواحل، اگر نمیدونم مشخصه یا نه، این سواحل پشت سرمه و میخوایم که این دور و بر سواحل رو بگردیم. بله، با ما همراه باشید. خود سواحل رو داریم میبینیم اینجا در این صحنه، در این فوتج. خیلی دستم احساس میکنم داره میلرزه. میخوام که بریم اون بالا، اگر فوکس به هم نریزه میخوایم بریم اون بالا اونجا. خب نمیتونم، این که آفتاب مستقیم این طرف داره میزنه، بعد فوکس این نمیدونم چطوری در میاد. الان فکر کنم بهتر شد، آرومترم باید حرکت کنم. ببین باعث میشد که فوکس به من برزه. که این داره موسیقی می‌نوازه. تا من اومدم خسته شد. شانسی هایی. نایس. خب بیشتر از این دیگه نمیتونم برای شما پخش کنم، چون مطمئناً DMCA میخورم دیگه تو این مرحله. به بعد یک ثانیه بیشتر از اون میشه DMCA. خب شاید براتون سوال شده باشه که اون بس کجا رفتین، کجاست؟ عرضم خدمتتون که اینجا رومه، ایتالیا. بله، اینم گلادیاتورا معتقد بودن که بعد از این دروازه حرکت کنن تا به بهشت برسن. اونم ساختمون امپراتوریشون بوده. دوست عزیزمون اون طرف پشت سرمون داشت میرفت، داشت رکورد میکرد. خیلی تجهیزات خوبی داشت، نمیدونم گوهرو بود چی بود، یه پایه ریزم داشت اینجا گیرشته بود، خیلی کوچولو موچولو داشت رکورد میکرد. از اینکه موبایل دستت بگیری خیلی بهتر. الان جدیدن عادت کردم، جدیدن که اولین باره، خب دستو میبینید که دارم بالا میارم و شما خیلی بهتر فضا رو میبینید. لطفا تشکر کنید بابت این حرکتم ازم، توی کامنت ها ساپورتیو باشید بیشتر. لازم دونستم یه فکتی هم بگم، بعضی حالا نمیدونن شاهنامه اون اواخرش رستم گم میشه. بعد برای خیلی سوال شده بود که رستم کجا رفت، چی شد. من پیداش کردم براتون، الان نشونتون میدم. دوستان رستم هستن ایشون، در سوار اسبش، حالا اسمش یادم نمیاد اسبش، این اسبشه. آره من اینجا پیداش کردم، با جلو این ساختمونه است. این طرف هم که اینجا رو داریم. خلاصه از میراث فرهنگی لطفا اگر خواستید درخواست بدید اینو چیزش کنیم، برش گردونیم تو کتاب اینا، میتونید بیزنس ایمیلمو ایمیل بزنید اینا و درخواست کنید. حالا من آدرس نشونی اینا میدم، بیاید سوار کنید برگردونیم تو کتاب. برای خیلی سوال پیش اومده بود. یکی از موضوعات خیلی جالب اخیر اینه که رنگ آب باید چه رنگی باشه. این سوالیه که الان توی دنیا خیلی مطرحه. بعضی کشورها بر بیرنگ بودنش چیز دارن، نظر دارن. بعضیا میگن باید آبی باشه، بعضی جای صورتی. اینجا سبزه، الان نشونتون میدم. بعد اگه فوکس کنه اینجا آب کاملا سبز هستش. خیلی خب در کل زیباست. بله. خب توی کامنت های ویدیو قبلی ازم سوال شده بود که در مورد، سوال نشده، درخواست شده بود که در مورد مهاجرت صحبت کنم، راه های مهاجرت و اینا، و در مورد خودش توضیح بدم. و الان میخوام خیلی با دیتیل توضیح بدم. مهاجرت اینطوریه که اپلای میکنید، آفر میگیرید، میایید. ولی یک سری شرایط هم پیش میاد، این که شما توی یکی از این مراحل فیل میشی و دیگه نمیتونی بیای. اون دیگه اسمش مهاجرت نیست. و اینم بگم اگه تا ترکیه میرید هیچ، این کفترها رو دیدم وسط آب، گفتم ازشون فیلم بگیرم براتون، دارن پرواز میکنم تو آب. توضیحات دقیق تر در مورد اون 3 مرحله مهاجرت بگم، اشکال نداره، میگم دیتیل بیشتر بگم. خب مرحله اول اپلای کردن به چه صورته؟ به این صورتی که شما میرید توی سایتش و رزومتون رو آپلود میکنید، اسم و مشخصات اینا رو میزنید، این میشه مرحله اپلای. بعد حالا اگر به اندازه کافی خوب بوده باشید براتون چیز میاد، ایمیل و اینا میاد که
برای مراحل بعدی. مرحله بعدی مرحله آفر گرفتن میشه که اگر مراحل بعدی هم خوب طی کرده باشید آفر رو میگیرید و در نهایت وقتی آفر رو گرفتید این مرحله یکم پیچیده است. چرا؟ چون شما باید برید ارزم به خدمتتون که یک تاریخ مشخص. اول اینکه تاریخ ویزاتون رو باید چک کنید، بعد چک کنید ببینید بلیت هواپیما هست برای اون تاریخ یا نه. بعد بلیتینا رو که گرفتید حالا بستگی به مسیرتون داره، امکان داره شما مجبور بشید چند جا پرواز عوض کنید. این خودش واقعا دردسر خاصی داره. یا حتی مثلا چند ساعت تو فرودگاه معطلی اینا داره و مخصوصا اگر بار و وسایلتون زیاد باشه دیگه واقعا اذیت میشید. حالا من خودم که خیلی بار نداشتم، لیترالی یه دونه پول پشتی بودم، ولی خب بعضی خب وسایلشون بیشتره، یکم سخت میشه این مرحله. آره بعدش بلیتینا رو باید بگیرید، بلیت پرواز اینا، و حالا میرید اون روزم پرواز میکنید میایید، یعنی میرید اونجا. دفتره رو یادتونه اونجا دوتا بودن داشتن پرواز میکردن، یکیشون رو اینجا پیدا کردم. بیا بیرون جان من، بیا بیرون. نیومد بیرون. موسیقی لایو هم داریم، گفتم این صحنه اینجا رو هم بگیرم. صحنه زیبایی خلق شده بود. هاپو نمیدونم تو ویدیو مشخص شد یا نه، حواسم یه جو دیگه است. خب موبایلم تقریبا شارژش داشت تمام میشد که مجبور شدم بیارم اینجا بکنمش تو این سوراخ شارژر. ببخشید منظورم چیزه، لپتاپ اینا داره شارژ میشه و یه مدت اینجا بشینم یکم شارژ اینا که بگیریم میریم یه جا دیگه. احتمالاً پلن شام و اینا رو هم داریم. الان تقریبا ساعت 8 و قراره تو این ولاگ شام هم بخوریم. بد نباشیم بیرون هم یه نگاهی بندازید این اطرافی که اومدم. یه پارکه بود نیمکت اینا میشستم. پایینم کابه اینجاست، این دقیق نتونستم بهشون بدم، این توه دفتر بسته. این طرف هم که ساختمون اینا واقعا خوشگلن. همونطوری که میبینید هوا کم کم دیگه تاریک شده اینجا و حالا من یک نوری اینجا پیدا کردم زیر این لامپ ها اومدم براتون یه پارت دیگر رو بگیرم، بعد بریم سراغ شام. هیچ ایده ای ندارم چی قرار بخورم، بریم ببینیم این چیزی پیدا میشه و اینا که شام بزنیم. با غذا برمیگردم میبی. همونجوری که گفتم برم یعنی با غذا برمیگردم، گفتم یه فان فکت بهتون بگم. میدونستید که عسل فاسد نمیشه؟ از چت جی پی تی هم استفاده نکردم برای اینکه ایده بده بهم. خب من هنوز موفق نشدم یه غذا خوب پیدا کنم بگیرم بخورم. یه حدسیاتی دارم یکم جلوتر یه جایی هست برم ببینم چیزی باب میلم خواهد بود که بگیرم بخورم. و بله اینجا هم که تیوی تاور رو داریم، بیسیکلی همون برج میلاد خودمونه. بله منو در سیاهی دارید میبینید. عرضم به خدمتتون که اون رستورانی که گفتم خیلی شلوغ بود، مثلا صف بسیار طولانی بود و هیچ جایی هم نداشت که بتونم بشینم. در نتیجه کنسل شد. الان دارم میرم ببینم یه جا دیگه پیدا کنم، یه جا بهتر که بتونم بشینم، یعنی از اون نظر. آره خیابونه این طرف هم این اگه اشتباه نکنم سالن تئاتر ایناست، تئاتر و سینما ایناست. این هم که نمیدونم چیه این ساختمونه این طرف. خب این هم از غذامون شاورما با فرایز. خب بخوریم. خدافظ. ویدیو بعدی هم داریم، شاید هم نداشته باشیم whatever.